مغز خراب نکو با قرآن پیاتو بیا دلی میتلقه. خب چه کار کنم نه یک دو ناب نبادی با داخل میکنه میچوشه با تو میده بزو میگه نخوری تو میده خراب میکنی که بقا قلنتی بیاره نه جو آخی یک تا باید بخورم خب چه دیده شما سختی میکنه بیلا بخونه مردم مینو پیدا میشه نوغل پیدا میشه 7 رقم شیرین پیدا میشه بخونه و دشمل همه دشملا کلوش میکنه خب همین دشمل هم اگه پیاتو باشه کنه بگذاره تو بخوری همین خراب پس میزنه خب چه کار کنم کجا رسیدین من چه کار کنم من که دلم مینو بزی خونه باشه نوغل بزی خونه باشه وقتی که سختگان نمیگذاره چه کار کنم همین آب نبات را پیا جگر رو بشارونده خونه مردم چای شکر حداقل هم چای شکر که میخورم به چای نو ما با خونم چای دشمله میخورم نبات هم هست چای نبات هم میخورم ما با خونه چای دشمله میخوریم چیکار کنم ایتام میشه به خدا نه مال شکم گوشنه کجا برو ای نه عمر ما که پیاتو تم کرده با خاطر همین یک دونه رشلمه به چند سال بخونینم اولا که معروض نمیدو کنیم میفهمیدم بلکس چای دم میکرد و پیش خو میگذیشتم تا میخورد و پای ها جیگر میشم یعنی نه ای از جوونی همی تبید پیرمه خو نه ای از اون جوونی همی تا سختی بود میبودم که بزی خونه بساختم به بسته همین قومی سخت بودم پیاتو دنگ میکنه خدا نه هر جا که نمیرم به بچه‌ها همسن خال نگاه میکنم میبینم پول دارن خرج میکنن بعد میگن بابا تو چرا پول نداری تو چرا پول خرج نمیکنی آخه خوب نمیکنی تو مدارک اینجا چیکار میکنی سلام علیکم آخه تو چیکار میکنی چرا به سر کار نرفتی چرا به سر کار نرفتی آخه بابا چه کار کنم این دشلما اینجا چیکار میکنه هیچ کاره بده که اثر از این قندونی به خدا کم شده الهی که سرطونت شد آخه پیار خب بگردم الهی لوکخ تو شه بچه خدا نه خیلی جوینی خود نبینی آخه پیار خب بگردم دونه خوردم او هم مادر و دست من بگیری باور کنه آخه چرا شما این کارو نکنه یک گلاسه آخه گلاس چنده بمی باید یک دونه تو بچوشی یعنی همین گلاس که اضافه بمونه بده که مادر تمام بچوشه 2 گلاس چای شما بزی بخوریم الهی خوراک بیروش پایا گلوش خب بگردم یالا کلون جر چشمای تکون کم نزن تو آخری بر با کوبالا میکنی از دست ازی به چاخو خب به کوبر بالا میکنی چند سال به بخوری تو به کوبالا کردو تو چرا این کارو میکنی اینا می با کجا میبودی به قبرستون یا به قبرستون یا بعد از سر من نبودم بخوریم آخه یک قندونی دشلمر به پیش بچه نگذار خود نزد تو نبشی من باید چه کار کنم بخیری در خود عجله بریم مگم کن میرم اصلا من میرم نه چای شما من دشملا نه چی میرم من ببینم میرم خونه رفیق خود دیگه تو نبینم دیگه تو نبینم به سر قندونی دشلمه به حیای تو نالت چه همه شما دشمن جون منی هم از می یک سر مادر بچه او بچه دیگه خوبه چه ساله بخونی تو دشمن جون تو نو به در که دی دل بتر کندی دل تو بتر کنده ببین جا بی قوما سر خونه میتونه بالا گیره من دستا تو از سختی تو از این گپا گفتا تو دیونه کردیمه رسی یک چیز خواه زنگ زده مای بیا یالی من سختی میکنم آخه اینا رو با آینده تو نباشون خواه بکنه توی به چه جمع میکنه کی میای بیای خواه تو بیای قدم های برای چیشون بیای خوب بیایم چه عجب اپلو چه برخستی زنگ زنون دگنی زنگ زی مرخزم بزن تیر غیبی بخوری آخه اون موبایل میفهمی برق مصرف میشه کردیت مصرف میشه زنگ زنو ها بچه کار کنم او خیلی زنگ سخته سر به خیلی اگری بیشتر نخور خیلی گپ نزنی خب خوبه زنگ زن خدایا یک چیز قد کن الان رخ نشده بری بگو خب آمادن خوب بیایی نه؟ ها بگو نون خوب بیایی خب اگه چایم نخوردیم چای خوب بخوره اگه بازم میامد ترمز خود چای کنی خیلی خوب بیاره ای برو دردن تو بزر خاکشه به من میگه زنگ در خواهد تو بیایی تو پاک ابرو میبودی میپیشم 4 تا قوم به چرا؟ آخه یک زن سختی به چی درد میخوره؟ یعنی تو خوشی که خواهد تو بیایی لف زنه یا یه قندونی دشلمر خلاص کنه خیلی بچه شو خوب چای چی ارزش داره؟ چای خوب بخوره بخونه خوب بیایی یا ترمز چای خیلی قندونی دشلمر بیاد خب بچه میایی بخونه می؟ مای بیایی مای نه من کی گفتم نیای نکن میری به قبرستون اینا همه میمونه بعد از سر تا مردم میخورم و بابا میکنم مردم قناقو بخورم سپر زیر بخورم خب چیکار میکنم سختی هم نکنی نمیشه تو خوشی که مورد درس نمیگه دایی دراشه پیش قلبش میشه چرا بگه دایی دراشه تو اما 10 سال بشینی بخوری دادی
هلال شکر چشم حسودا و بخیلا کور باشه کور زنگ که ناخور نمانه بیایه زنگ نمیزنم زنگ زنم بخواه خواه بکن نو خواه بخون چای هم بردم خودی خواه بیا هرگیز خدا نه نمایی که بیایه زنگ میزنم بگم نه یا خواه و مرد که مای بیای مای نه وقتی ما تو بریم سرا برانه بخیم چاش تو بریم خورد طلب کنیم همه چی ای بمر تو نون خوب کار سنوادار نی چای خو نمیدی باز من بخزم چارده خو سر خونه برو بخونه برا تو که انبجی بخزا بشینه به من تنه ده به تو تنه نمیده به کی تنه نمیده گپ که به تو میزنم بخ ابد دشل ما رو میگه بگی تا پلاستیکو که کیسه کنم که ای بی شرفاتو باور کو خوب هم تقندونی دشل مر که نبینم فقط این تمسم خوره ولی میفتم جو نمیدشل بعد اینو کیسه کنم اینجا خونه باشه کوبه چا که نیم نمیایم نکو من بعد به قرآن نکو بشارو ابرو من بگو فاهم کو بشار بعد زندگی مرد ببینه بخی کوکی مرد که به سراخت بیایی مدل جمع شد سراخت بیایی مدل جمع شد سلام لالا سلام لالا خوبی؟ شکنی شکر خیری نه اشتنی چیه دستی بابا آدم میگم خیرت تو باشه چه کار میکنی نداره صبح به خاطر همینا لط خوردم با چه کار میکنی به خاطر چی لط خوردی به خاطر هم دو تا دشمله به خاطر دو تا دشمله بلیا تو ایتا میتونی و چرا لپیش میبرمیدین خب من از پیش تو برمیدونم که خاطر که حال بابا تو میتون میزنه اما تو نماینده بابا شدی نماینده بابا نشدم وقتی که من نمیخورم چرا تو بخوری چه کار میشه چه کار میشه صبح به خاطر هم دو تا دشمله هم مادر ما گپ شنید هم مرد ما دست از این بابام خسته شدیم خسته شده تو دشمله نمیتونی درست بخوری به خونه مردم به خونه آخر اینو دارم همه چیز دارم بعد من نگاه کن سکون این رختمه ا پارسال که ما روزه بود سکون این رخت که من برقرار کردم یک پت رخت شده همه من میخندن خب چیکار کنم از عید روزه پارسال تا حال من یک دست رخت جون من کنده بعد دیکم خیلی بون سر دارم سر کی دستی پیار به خدا نمیدونم چیکار آمادم کی نلا گدای کی گدای پیزا رو بیام که چی گفتی بری چی بگم دیگه چی داره که بدم بریم حالا ترس وامتون چیزی برای بدم خودم چی بگم تو بشین بریم حالا اگه پیانو بیاد من سر سوته میکنم که تو به گدا چی دادی قبل نداره من خودی جرأت میکنم که چیزی به پیانو لالا چیزی ندی بعد که بیاد چیزی هم که به خونه نداره بعد اگه چیزی به گدا دادی بعد من برام پیانو خود میگم اما تو بگو تو چی کردی نگاه خوب بکن سلام بیبی جان خوبی علیکم سلام نمه از گوشنگی ننه دو صفا به میلرزه از گوشنگی؟ حالم سایه بشی به خدا خانم هم پیار سخت داره متاسم با خودی چی نخریدن حالا میریم یک سیلی میکنم شما میگی بسته خوب یک دو میلیون باشه ننه آقا میگی بسته من هیچ مرد به این جلیه رو این پیار من خودای بسی همه چیز خواهیم که دوش سگم تایی صندوقی و کن باشه یک چیز میزیزی پیری بارا بود بیبی بله بگیری میان نونی ای بیدی ننه سایه بشی من تعذیت پول دار خوب دازا بشی ببین اینجا رو تبعیض پیار بگیری برای برو یک ساعت برای تخلیه چیزا خود چکار میکنی؟ یالا چکار شد؟ بیشتری برو خوبه خیلی چکار کردی؟ این پیرزالی بیچاره دم میدار از گوشنگی دستای همیته میشد خب مثل منه دیگه نه تو بازم خوبی یک روپیه پولم مثلا ما ندیش من هم دلم بسخ بری هست نه والله مثل که ما تو پول داره رفتم به تبه کبینت چی؟ تا کبینت را چگیش تو میز مرگ نبود خب هیچ چی پیدا نشد خب بیا دنیا کنم
گپا میزنم. همین اینا رو به کجا قایم میکنه که نونا کجا قایم میکنه؟ من خودم به گوشنگی 100 میگم تو یک پولی نون پیدا میکنم. باز براتون داخل اتاق یا خب کلیه پیدا کنه خوب شده اینجوری در عیاد گرفتی با بره. یعنی تو چیکار کردی آخری بگو. تو سرم صندوق رو کنه بفهمیدی کم پولای بود به تقریبا از اونا کم ولیشتون یک یون یعنی بزرگ صندوق دیگه می‌ذاشتین اونا رو تازه انا گفتم تو به پیرزاله حکم قتل خود اجرا کردی خلاص. چرا حکم قتل خورج خلاص چیکار کردی تو به کجا اجازه تو به دست بنون اما جانونی زدی مکه براتون باور کن جرئت نمیکنم با دست بنون اشتتون رو وردشتی بدید به پیرزار دلم بو صحبت دادم دلم بو پول از کجا آوردی پول تا کیف وردشتی لا خدا رحم کن برات مکه کاری نیم زمال به تو بگم من هیچ کاریم تو چی نگو نمیفهمه خب نمیفهمه او به خدا نشونی داره نشونی سیکو نمیفهمه چون نشونه تو بابا و ننه نمادم برو من میگم موی برو پس برو زودتر برم بلر نزنی او کن کنه نه بابا یخ چوخ یک میکشم خب شامپو آقا دیگه چی نگی خب من کسی نفهمم اونو داره پیزا لگه چی دیشتم من خیلی خدا تو به کدوم جرأت خواهی کار کردی حالا که بکردی تو بد کردی تو اشتباه کردی بابا این نونا رشته پیدا کردی برای من این پولا رشته پیدا کردی ایرون میمونم خدا آخه تو یکی نیه با تو بگه برو تو به این کارا چیه خدا بده برات کار کنه سلام براجم هر روز اینجا چیکار میکنی هیچی بابا بیا مادم کار داشتم با دشلما به پیش خدا اینا برام خدا برام خورد بوده با دشلما به پیش تنه باور کنم مال برام خدا خیلی اشته برای تو خورد خب برام جای میخورد من دستی بگیری تو که نخوره کی برای تو باز بایلره مثل که به بحث به عمام رفته خدا رو بشون رفته بگیره چه کار کنم مزمر بزنه با دوباره چی میگی با هم رفته آخر خدایا به چی زندگی را خب گفت یک دقیقه بشین تو همینجا گفت من برو تا بابا نماده یک خودخوز یک سر خو یک آیه بزنم گفتم باید بلر اقدام کنم نزنی به برق خب نمیزنم کی رفته بوده چی اتاق به کی رفته بود اینا اتاق به کی رفته بود صبر کن نه برو نمیشه به شما گفت برام یک کدای بیام دم در کی به اتاق رفته بود اتاق ما کی رفته من اتاق ما کی رفته من که نرفتم اول پولا با کمه اول پولا ما برداشتم اول پولا ما برداشتم کی برداشته تشویش نکن خوبه کی برداشته بی پدر بگو کی برداشته بابا من نداشتم کی برداشته من نمو خونش نرفتم چی بداری پولا کی برداشته پولا کی برداشته نکاس خدا بترس خدا بابا گو دیدم در سرا در تک شد دیدم برام برا گو گدایه دیگه من خبر ندارم که اتاق شما برم یا نرم دیگه به چیزی به گدا بداد یا نداد خب گدا آمد به در سرا گدا آمد من از همه گداترم گدا میه به در سرا و تک تک میکنه بخیر بی پدر صدا کو بخیر به هموم بخیر خب انا میرم صدا کوی که من آخه به هموم نره به کجا بره آخه همومی ما چیکار پول چریده کارا میکنه سرا نباشم مگر اینا هر چی به دست اینا باید بده خدا چی خواب به سر کنه به چی جوان به هموم اینجی نره کجا به بره کجا بره به قبرستان بره به قبرستان به قبرستان جو خود تو باشه گفتی جوانا رو تکلیف نکنی نه بیا بندالا من هیچ کار نکردم چه بیا مرگ یالله لکک یالله سپوزی یالله آخه چه کار شده بابا من همون مادم من مقدارش کن فرض کن تو بی اجازه چری به اتاق برفتی ها تو بی اجازه چری به اتاق برفتی ها اولی پولا بکن اولی پولا بکن آخه بابا صبر کنید که به شما بگم اشته گوش نیم شما با خدا بگو همین صدقه خودی و رد بلای آخر 100 تومن به صدقه بده 100 تومن آقا کی جمع میکنه آخه پا شما خب لب گل رسیده به تو چی یک پیرزال بیا ما سعی کنیم یک پیرزال بیا دم در دستای هم بیچاره میده خب یک به پول ندید خب از گوشتگی ما همینجور ظرف کن خب مادر تو پیرتر بود بابا خب بعدش من براتون داخل کابینت نگاه کنیم هیچ نبود که بسی بیا سلمان بود خب من براتون داخل اتاق شما میدون کلیا گوشته وا کردم خب کمی پولا شما ریشتم خود یک بابا من برای با گفتم بزیدی خود به پولا ما تو دشمن رو همه رو ندیش تو دشمن جون منی خدا تو رو بگیره دشمن جون منی تو دشمن جون منی تو دشمن جون منی پولا به کی جمع کنی بابا به کی جمع میکنی پولا اینا جمع میکنی اینا نمایم که پولا نمایم ما پولا بده تو بگی که پولا زبون بستر بده بابا جوش نداره نونی میجی نوبت داشته بودم که اوشه خود 4 نفر بخوره اونم خیلیات دادی یک نونم خودی 4 نفر بگی به قلبی بابا
من برم بابا من به سختی سب پولا شد